روز 16 دکامبر در دوشنبه در تالار میمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه انجمن حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. در این انجمن به مقام پرزیدنت تنها یک نامزد رستم امامعلی پیشبری شد و او برای 4 سال دیگر پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب گردید. خورشید میرزا نایب اول، دلشاد جورزاده و علیشیر اورونوف معاونان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شدند. وکیلان فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در سالهای 2016-2019 قناعت بخش ارزیابی کرده گفتند که فدراسیون در این مدت در مورد رشد فوتبال در کشور به نتیجه های نظررس نائل شدند. آنها از جمله به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال راه یافتن تیم ملی فوتبال بازان تا 17 ساله را یادآور شدند. رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی که 33 سال دارد بار اول سال 2012 به جای گنرال سهراب قاسموف به مقام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسید و سال 2016 بار دوم به این مقام انتخاب شد.